سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس 4 از مانع انیمیشن خیلی خوش اومدید. توی این درس میخوایم با هم بیشتر با مفهوم فریم ریت، همون نرخ زمان یا به اصطلاح FPS آشنا بشیم و با تایملاین و ایجاد فریم در محیط نرم افزار تیوی پینت آشنا بشیم و کار بکنیم. خب ما وقتی میخوایم یه پروژه داخل نرم افزار تیوی پینت باز کنیم، از قسمت فایل نیو پروژکت رو میزنیم و یک سری تنظیمات برای ما نمایش داده میشه. تنظیمات اولی که هست پروژکت سایزه، یعنی اندازه پروژه ماست. ببینیم وقتی پنجره رو باز میکنیم یه چند تا گزینه میبینیم. گزینه اول HDTV رو باز میکنیم و اینجا چند تا عدد میبینیم. بچه‌ها وقتی شما یک فیلمی رو دانلود میکنید یا وقتی یه دونه انیمیشن میخواید دانلود بکنید، برای اون فیلم یا انیمیشن یه سری کیفیت‌های تصویری میاره که با یه سری عددهایی نوشته جلوش. مثلا هرچی عدد کمتر باشه، احتمالا اینو تجربه کردید، کیفیت تصویری پایینی داره اون فیلم دانلودی شما و هرچی عدد بیشتر باشه کیفیت تصویری بیشتری داره. معمولا عدد 1080 کیفیت استانداردیه که برای پخش در تلویزیون و صفحه نمایش بزرگ استفاده میشه. که ما اینجا پروژمون رو برای HDTV 1080 تنظیمش بکنیم که اگر مثلا انیمیشنی اومدیم ساختیم بتونیم با کیفیت بیشتری توی صفحه مانیتور و تلویزیون ببینیم. اندازه طول و عرضش اینجا یه سری عددهایی میبینیم. 1920 به معنی اینه که 1920 تا پیکسل در عرض پروژه ما وجود داره و 1080 یعنی 1080 تا پیکسل در ارتفاع پروژه ما قرار گرفتن. این پیکسل ها نسبتشون به هم دیگه 1 هستش. این گزینه اسپکت رشیو یعنی نسبت اون پیکسل، اون مربعی که هستش نسبتش 1 که اینجا 1 هستش و فریم ریت. این مبحث خیلی مهمه. فریم ریت میبینید اینجا 24. برای دیدن یک فیلم انیمیشنی، اصلا برای دیدن یک تصویر متحرک شده، ما نیاز داریم که چند تا قاب کنار هم دیگه باشن و در 1 ثانیه این قاب‌های تصویری یا این قاب، بچه‌ها میگم مثلا همین واحد اندازه‌گیری انیمیشن فریم دیگه. فریم ها همون قاب ها هستن، همون چارچوبی هستن که داخلش حالا تصویر و عکس وجود داره. وقتی که این تصاویر با مثلا این تعداد 24 تعداد تصویر با زمان 1 ثانیه پشت هم تکرار میشن، یه خطای دیدی ایجاد میکنن و ما احساس میکنیم که اون تصویر در حال حرکت کردن. پس این عددها تعداد اون فریم ها رو نشون میدن که در 1 ثانیه اون انیمیشن ما رو میسازن. خب من اینو براتون کلی بذارین توضیح بدم. مثلا من فریم ریت 12 بذارم، من 12 تا تصویر در 1 ثانیه میتونم ببینم. عدد 24 و عدد 25 که بهش میگم فول فریم، عدد 24 فریم استاندارد برای پخش در سینما و تلویزیونه. عدد 29.97 قاب‌های استاندارد برای پخش فیلم و فیلم سینمایی هستند. عدد 24 قاب استاندارد برای پخش انیمیشنه. وقتی ما اینو روی عدد 24 بذاریم نیاز داریم که 24 تا فریم داشته باشیم، یعنی یک سرعت با 24 فریم بر ثانیه اون انیمیشن ما نمایش داده میشه. حالا مثلا هرچند ما 24 فریم نساخته باشیم ولی سرعت انیمیشن ما با سرعت 24 فریم بر ثانیه نشون میده. وقتی این عدد روی 12 باشه با سرعت 12 فریم بر ثانیه نشون میده، هرچند ما تعداد فریمایی که کشیده باشیم خیلی زیاد باشه. پس این سرعت رو تعیین میکنه. وقتی روی عدد 24 میذاریم اینجا هم عدد 24 فریم بر ثانیه برای ما نمایش داده میشه که به اصطلاح یک عبارت استانداردیه برای ساخت انیمیشن. پس گفتیم فریم ریت همون FPS نرخ زمانی یک فیلم یا انیمیشن.
یعنی فریم همون قاب و تصویر هست. تی مخفف حرف کلمه پر هست یعنی بر. اس هم مخفف کلمه سکند، ثانیه. پس ما وقتی میگیم که 12 F E S یعنی چی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یعنی 12 تا قاب تصویری نیاز داریم تا در 1 ثانیه یک اتفاق رو نشون بده. مثلا این مثال رو داشته باشین، یه مثلث داشته باشین، بخوایم در پایان اون 1 ثانیه یه مثلث ما تبدیل به مربع بشه. ما نیاز داریم که 12 تا تغییر شکل از این مثلث داشته باشیم توی 1 ثانیه که به اون مربع برسیم. یا به عبارت دیگه وقتی مثلا میگیم 24 fps یعنی 24 فریم بر ثانیه، ما نیاز داریم که 24 تا مثلا حرکت داشته باشیم. اگه بخوایم یه مثلا چی، مثلا یه دونه دایره تو فریم آخرش سیاه بشه در 1 ثانیه، این دوتا اتفاق دیگه، بین اتفاق دایره تو خالی و بین اتفاق دایره تو پر نیاز داریم که 24 فریم داشته باشیم تا این دایره تو خالی تو پر بشه. خب من یه سوالی دارم، اگه این سوالو جوابش رو میدونید توی قسمت کامنت ها برام بنویسید و اگر این سوالو درست جواب بدین من مطمئن میشم که این مبحث فریم ریت رو خوب یاد گرفتید. بچه‌ها فریم ریت رو یاد گرفتن خیلی تاثیر خوبی توی متحرک سازی شما میذاره، پس این مبحث فریم ریت رو خیلی جدی بگیریم. خب سوال من اینه، یه انیمیشن داریم که با فریم ریت 12 فریم بر ثانیه ساخته شده. زمان کلی انیمیشن از لحظه آغاز تا لحظه پایان 30 ثانیه است. این انیمیشن از چند تا فریم تشکیل شده؟ تعداد فریمایی که این انیمیشن 30 ثانیه‌ای رو تشکیل دادن رو برام بنویسید. خب بریم به ادامه درسمون برسیم. پس مفهوم فریم ریت رو فهمیدیم. حالا مفهوم کار با ابزار تایملاین. خب قبلا هم گفتم یه بار دیگه هم میگم بچه‌ها، ما تایملاین تیوی پینتمون توی این قسمت هستش که میتونیم در طول تایملاین با ایجاد فریم حرکت بکنیم. اولین فریمی که دیفالت برنامه خودش برای ما باز میکنه یک فریم اینجا هستش که یه دونه و الان مثلا من فقط فریم دارم و الان من بخوام یه کاری رو پلی بکنم، مارکین مارکات من علامت تعجب میاره، میگه مثلا خب من اینجا زمانی ندارم، چی رو میخوای پلی بکنی؟ یک فریم که پلی نمیشه. خب ما بخوایم یک انیمیشن پلی بکنیم حتما باید مارکین مارکات داشته باشه و زمان داشته باشه اون انیمیشن ما. خب برای ایجاد زمان مثلا ما بخوام 1 ثانیه انیمیشن تولید بکنیم. ببینید حالا که من اینو کشیدم دقت کنین، قبل از اینکه من این خط رو بکشم اینجا فاصله بین مارکین مارکات من یک رنگ زردیه که هیچ تقسیم بندی نشده، ولی وقتی من اینو میام میکشم و روی 24 میذارم اینجا مینویسه برام که لایه اول 24 ثانیه است که 25 تا فریم داره. این تعداد فریم ها رو نشون میده داخل این پارانتز و این از ثانیه 0 تا ثانیه 24 به زمان شما نشون میده، یعنی میگه که توی 1 ثانیه این اتفاق داره میفته. خب 24 تا فریم داری توی 1 ثانیه. بعد اینو که پلی میکنم اینجا این 0 رو میبینید، اینم حرکت میکنه و زمان منو نشون میده. ببین رو فریم آخر من بمونم اینجا میگه که 24 تا فریم داری و مارکین مارکات چی میگه؟ میگه از ثانیه 0 تا ثانیه 1. ببین اینجا 1 نوشته، یعنی 1 ثانیه از پروژه شما 24 تا فریم داره. خب اینو خوب یاد بگیرید. بچه‌هایی هستن که مثلا اینو درست نمیتونن تنظیم بکنن و بعد نصف پروژهشون توی خروجی نمیفته. خب گفتیم فریم اول فریم 0 ماست. خب ما بخوایم اینجا یک انیمیت خیلی ساده انجام بدیم، مثلا
یه قلموی انتخاب بکنم که یکم اندازه همین خوبه. من میام یک انیمیت ساده انجام میدم. بچه یه سری تنظیمات داره لایه ها، قبلا لایه ها رو براتون توضیح دادم، ولی برای تایملاین هم این تنظیمات لایه اعمال میشه. اگر اینجا تایملاین شما نوشته هولد داشته باشه، ببینید این مثلث رو من باز کنم چند تا گزینه میبینم. اگر اینجا در حالت هولد باشه و شما فریم ایجاد کنید، به این صورت پروژه شما انجام میشه. مثلا من اینجا یه نقطه میذارم، فریم اول من یه دونه نقطه داره. بچه دقت کنید ببینید این همون فریم اوله. شما توی صفحه نمایش خودتون فقط یه فریم میتونید ببینید. الان ما روی فریم 1 هستیم. پس ما مثلا رو فریم 1 یه دونه گل بکشیم، ببینید اینجا هم تو فریم 1 ما یه دونه اون گل رو نمایش میده. گل شبیه ابر شده. خب میایم اینجا رو فریم 1 یه دونه نقطه ایجاد میکنیم. بعد میایم توی فریم بعد از 0 1 دیگه اینجا دو تا فریم ها رو چیدمان کرده تا رسیده به 24. این توی بعضی از پروژه ها برای اینکه انیمیت یکم سریعتر اتفاق بیفته و روونتر بشه، معمولا یه فریم فاصله میدن، فریم بعدی رو ایجاد میکنن. ولی خب ما برای آغاز میایم همین از آغاز پروژه فریم ایجاد میکنیم. خب فریم اول من فقط اومدم یه تصویری کشیدم چون قبلا هم داشتم. فریم دوم دوباره من بیام یه تصویر دیگه بکشم، خودش ایجاد میشه. یعنی من کاری نمیکنم، فقط روی تایملاین حرکت میکنم، کاغذم رو اینجا قرار میدم و اینجا میام یک تصویر میکشم و اینجا پایین مینویسم من تا اینجا چند تا فریم ایجاد کردم. این پایین اعداد فریم های ایجاد شده رو نشون میده. ببینید اگه من در طول 24 فریم بر ثانیه میتونم فقط مثلا 4 تا فریم بسازم. خب ولی این معنی این نیستش که من 4 تا فریم ساختم پس کل پروژه من 4 تا فریم داره. پس چرا مثلا ما میگیم 24 فریم بر ثانیه حالا که مثلا ما 4 تا فریم داریم؟ نه بچه‌ها، ببینید هر کدوم از این جاهای خالی هم فریم محسوب میشن، یعنی اسپیسینگ هستن، فضای بین فریم ها هستن، خودشون هم فریم هستن. خب فرض کنید مثلا شما وقتی یه موسیقی گوش میدین، اون میزان ضرب های سکوت هم جزئی از اون موسیقی هستن. اونها جدا از اون موسیقی نیستن، هر چندشون نوت وجود نداره، یعنی هیچ صدا شما نمیشنوید ولی جزئی از اون هستن. اینجا هم فریم های خالی جزئی از اون انیمیشن شما هستن. خب دوباره بیایم فریم ایجاد بکنیم. فریم بعد من یه کنده یه درخت بیارم. خب ببینید اون فریم های قبلی منم نمایش داده میشه. یعنی ما الان مثلا یک شکلی در حال کامل شدنه اینجا توی این فریم. حالا ما میایم یه لایه دیگه میسازیم و اینو به یه روش دیگه متحرک سازی میکنیم. یه نیو دیگه میسازیم، اسم متحرک سازیشو همین اسمی میذارم که بی‌هویر هست میذارم نه. ببینیم بچه‌ها، دیدید من الان رو فریم 24 بودم و یک لایه ساختم، از فریم 24 برام ساخته شد. خب
پس شما خیلی مهمه که تو کجای این تایملاینتون قرار گرفته باشین. اگه مثلا توی فریم 30 قرار میگرفتم برام از اونجا فریم میزد. من اینو میکشم میارم تو فریم اول، حالتش هم رو حالت نان میذارم. اینجا حالت چی بود؟ هولد بود. اسم اینم عوض کنیم بذاریم هولد. خب چشم لایه رو میبندم، میام روی حالت نان و فریم ایجاد میکنم. خب میگم تو فریم 0 یه دونه نقطه میذارم، دقیقا مثل انیمیت قبلی انجام میدم. منتها ایجاد فریم در حالت نان فرق میکنه با حالت هولد. دیدید که ما توی حالت هولد فقط روی تایملاین حرکت میکردیم، یه عکس تصویر میکشیدیم و برامون فریم ساخته میشد. ولی توی حالت نان شما باید با دکمه بک اسپیس کیبوردتون فریم ایجاد بکنید. پس این موضوع رو داشته باشین. الان من تو فریم 0 یه نقطه میکشم، تو فریم 1 میام بک اسپیس رو میزنم و فریم دومم رو میسازم. حالا من فریم قبلی رو دیگه نمیبینم. خب برای اینکه بتونم فریم بعدی رو بکشم نیاز به میز نور دارم. پس تیک میز نور رو فعال میکنم تا بتونم جای اون فریم قبلی رو ببینم. این رنگ سبز بچه‌ها فریم جدید نیست، یعنی اینجا خالیه. وقتی من میز نورم رو خاموش میکنم توی این فریم هیچی ندارم، ولی وقتی میز نورم رو روشن میکنم رد فریم یکم رو توی فریم 2 هم میبینم. دوباره فریم ایجاد میکنم، فریم ایجاد میکنم. یه توضیحی راجع به میز نور هم بدم. قبلا تو درس 1 دادم، ولی خب اینجا که مطرح کردیم میز نور رو یه بار دیگه توضیحشون میدم. ببینین این پایین تنظیمات لایه رو که داریم، میز نورمون یه لامپی هست که وقتی زرد میشه فعال میشه. این بالا هم یه دونه لامپ داریم. این تنظیمات خود اون میز نوره. ببینید بچه‌ها، من وقتی مثلا توی این فریم 6 قرار میگیرم، فریم های بعدی رو به رنگ چی نشون میده؟ بنفش نشون میده. فریم های قبلی رو به رنگ سبز نشون میده. اینجا رو میبینید این فریم 0 رو. این فریم 0 همون فریمی هستش که من روی اون قرار گرفتم، یعنی این مشکی هست. این اگه خاموش باشه من دیگه میز نورم فعال نیست. خب بر چه اساسی من میز نورم فعال باشه؟ حتما باید این فریم 0 من فعال باشه تا بتونم میز نورم رو ببینم. اینجا این عددها رو میبینید. اگر این 10 تا این عدد روشن باشن، من 10 تا فریم قبلی رو هم میبینم. خب و همچنین اگر این 10 تا عدد بعدی روشن باشن، اون 10 تا فریم بعدی رو خواهم دید. خب اینجا من نیازی ندارم، فعلا یه فریم قبل و یه فریم بعد رو میخوام ببینم. این عددها رو میبینید، اینا غلظت میز نور رو نشون میده. هرچی این نموداره پایین باشه اوپاسیتی کمتری میبینم توی میز نورم، هرچی بیشتر باشه پررنگتر میبینم میز نورم رو، واضحتر میبینمش. همینطور برای قبلی اگه این پایین باشه من کمرنگ میبینمش و اگه بالا باشه بیشتر میبینم. اگه دقت بکنی ببینید تا اون فریم های قبلی این اوپاسیتی ها غلظت رنگ رو به صورت دیفالت خود برنامه اینها رو نموداری چیده که اون فریم های آخری که هست کم رنگتر دیده بشن، فریم هایی که مثلا میخوایم روشون کار بکنیم پر رنگتر دیده بشن. این هم از تنظیمات میز نور. حالا برگردیم به ادامه ماجرا. گفتم که ایجاد فریم به چه صورتی بود؟ اگه گفتین برام توی کامنت بنویس. یه بار تو همین درس توضیح دادم
تمام. خب من اینو پلی میکنم ببینید اون فریم قبلی رو نشون نمیده و انگار یک دایره‌ای که داره بزرگ میشه. پس تفاوت این دوتا هولد و نان اینه که در حالت هولد ما اون انیمیشنمون رو فریم های قبلی رو هم میبینیم ولی در حالت نان نمیبینیم. این در حالت هولد بود. این در حالت نان هست. ببخشید این بچه ببندم. این در حالت نان هست. خب یه حالت دیگه ای داره، یعنی دو تا حالت دیگه ای داره به اسم ریپیت و پینگ پانگ. این حالت پینگ پانگ هم بهتون بگم. پینگ پانگ خب رو فریم 8 بودم، اینجا برام فریم ساخت. حتما باید البته شما توی پروژه هایی دوست دارین که مثلا از بعد این ماجرایی که تموم شد فریم شما شروع به حرکت داشته باشه، یعنی ثانیه 1 خالی باشه، از ثانیه 24 به بعد شروع بشه مثلا اون پینگ پانگ شما. بذارین اینو همین جوری کار بکنیم. مثلا تا ثانیه 1 اگه من اینو پلی بکنم تا ثانیه 1 اینه و ثانیه این که تموم میشه حالا اون انیمیت پینگ پانگی رو میخوایم ببینیم. تایملاین بچه این زد رو میبینید. این با این میتونید روی تایملاینتون زوم بکنید و زوم آوت انجام بدین. حالا من تایملاینم رو جمع میکنم که راحت تر بهش دسترسی داشت. خب هم میذاریم 24. خب چشم این لایم میبندم اینو نبینم و بیام برای پینگ پانگ یک انیمیتی انجام بدم. خب بیام میگم که اینجا یه دونه دایره داشته باشم و تو فریم بعدی اینم رو حالت پینگ پانگ میذارم. تو فریم بعدی این مثلا حرکت بکنه، تو فریم بعدی حرکت بکنه، فریم بعد حرکت کنه، فریم بعد حرکت کنه. بچه‌ها یه نکته دیگه هم بهتون بگم، هرچی شما فریم های بیشتری بسازین متحرک سازی شما نرمتر میشه، ولی هرچی شما فریم های کمتری بسازین متحرک سازی شما از نوع متحرک سازی محدود خواهد بود. ببینید این هی چی میشه؟ تکرار میشه. خب مثلا اینجا میایم این پروژه نان رو هم روشن میکنم، این بزرگ میشه 1 ثانیه تمام میشه و دوباره ثانیه دوم شروع میشه. و بخواین اینو خاموش بکنیم ببینین بچه‌ها چرا مکس میکنیم؟ شما مثلا میگه خانم چون نمایش نداد، برای اینکه اون 1 ثانیه زمان ما خالیه، اینجا ما فریم نداریم، از ثانیه دوم شروع کردیم، خالی هم نیست. توی ثانیه 1 ما این دوتا انیمیتمون رو داریم و از ثانیه دوم به بعد این انیمیت ما شروع میشه. من اگر این لایم رو بکشم بذارم روی فریم 0
از ثانیه 0 البته اینا وقتی خاموشن ها ببینید از ثانیه 0 شروع میکنه و پینگ پونگی حرکت میکنه هی تکرار میشه این حرکت و ببینید این از آغاز شروع میکنه به پایان میرسه دوباره برمیگرده به آغاز مثل حرکت پینگ پونگ همون میز تنیس دیگه به رفت و برگشتی داریم این هم همین شکلی انیمیتش انجام میشه. خب یه نیو دیگه بسازم و ریپیت رو توضیح بدم و تمام. خب اینجا بودیم ها. اینم میارم روی ثانیه 0 حالت ریپیت میذارم. خب باز میام همون انیمیت قبلی رو انجام میدم. میام منتها اون سری دوتا رنگ مختلف انجام میدم که ببینیم ریپیت با پینگ پونگ چه فرقی داره. میام یه دونه باز از این توپا میکشم تو فریم بعدی توپا میکشم بذار تو فریم بعدی همچنان رو خودش باشه یه لرزشی ایجاد بشه آغاز حرکت. در حالت ریپیت هم بچه حرکت ما تکرار شونده. الان من کل این لایه ها رو چیدمان میکنم و شما ببینید که مثلا من همه اینا رو باز بکنم توی خروجی بچه ها این لایه هایی که به حالت پینگ پونگی و ریپیت هستن تا پایان انیمیشن هی ریپیت دارن. مثلا فرض کنید شما یه انیمیشن میساختین چند تا دونه ابر دارین و میخواین بارونی که از اینا میباره هی تکرار بشه و نیازی ندارید که مثلا در طول اون انیمیشنتون هی اینا رو تکرار بکنید و هی انیمیت بارون رو انجام بدید. فقط تا لیر بارون رو حالت ریپیت یا رو حالت پینگ پونگی تنظیم میکنید و اون بارون به صورت دیفالت میباره. خب امیدوارم که از این درس هم لذت برده باشین. کانال ما رو سابسکرایب بکنین تا از آموزش های دیگه هم استفاده کنین. برای جلسه بعدی این تایملاین های مختلفی که یاد گرفتیم رو تمرین بکنید بچه‌ها. با تایملاین هولد انیمیت کنید
با حالت نان و با حالت ریپیت و پینگ پونگ. انیمیت کنید و بر ایمیلم بفرستید. خیلی خوشحال میشم کارهای خلاقتون رو ببینم.